به اسم شیخ مهدی صدرزاده. صدرزاده کیه؟ از بنیانگذاران شبکه‌های مخفی در جنوب ایران. مادر سعید امامی از خانواده معروف اعتماد بهایی یهودیه. پدر سعید امامی کیه؟ مدیر کل آموزش پرورش کردستان میشه. اون موقع ساواک کسایی که مهرهای خودش بود می‌خواست جاهای درست بذاره می‌کرد مدیر مثلا اداره فرهنگ، مدیر آموزش پرورش بوده. به بهانه معالجه یه سفر میره اسرائیل برمیگرده. سعید امامی سال 55 وقتی میره آمریکا برای تحصیل میره پیش کی؟ میره پیش داییش اعتماد السلطنه، یه بهایی دیگه. اونجا با کی آشنا میشه؟ با مسئول ساواک آمریکا که منصور رفیع زاده بوده که شروع میکنه آموزش دادن سعید امامی. انقلاب پیروز میشه. 27 مرداد 62 وزارت اطلاعات تشکیل میشه. سعید امامی به عنوان عضو وزارتخانه در سال 64 به ایران برمیگرده. کی مصاحبه و گزینشش میکنه میاد تو وزارت؟ سعید حجاری. به عنوان تحلیلگر فعالیتش تو وزارت اطلاعات شروع میکنه. سال 68 علی فلاحیان میشه وزیر اطلاعات. وزیر اطلاعات میشه. فلاحیان سعید امامی رو از رده تحلیلگر میاره تا قسمت معاونت عملیات. معاون عملیات وزارت اطلاعات بالاترین معاونتی که اداره اطلاعات میتونه داشته باشه. که سال 88 جاسوس تشریف داشتن، گرفتنشون. دکتر جواد رخصفر از دوره‌ای که سعید امامی معاون عملیات میشه خیلی کار عجیبی میکرده. مثلا اتفاق رستوران میکونوس میفته تو آلمان. کیو ترور میکنن اونجا؟ شرفکندی رو ترور میکنن. قضیه چی بوده؟ من به شما میگم اسرائیل اصلا در سیاست‌هاش علاقه به این که ایران با جهان و آمریکا ارتباط برقرار کنه نداره. دیدی تو قضیه برجام هم مخالف بود که اینجوری که منافع شما که مخالفید با اسرائیل، اون یه چیز دیگه است. اسرائیل اصلا دوست نداره ایران مطرح بشه، چه با اروپا چه با آمریکا، اصلا دوست نداره. برای همین هزینه سازی میکنه همیشه. قضیه رستوران میکونوس چی بود؟ شرفکندی نماینده حزب دموکرات بود، دموکرات حزب کمونیست کردستان. اینا مسلحانه قیام میکردن دیگه. اینا اومدن پیام دادن گفتن ما با جمهوری اسلامی هیچ مشکلی نداریم، ما میشیم اپوزیسیون، سلاح هم نداریم، همون مثلا در حد روزنامه نوشتن و مقاله نوشتن و اینا پایه. که اگر این میومد این کارو انجام میداد بقیه حزبای دموکرات کرد هم میومدن پشت این یه اتحاد میشد برای دشمنان ایران. مسعود رجبی و سازمان مجاهدین که اونجا تو وجودن طرد میشدن. چه اتفاقی میفته؟ یهو میریزن شروع میکنن ترور کردن، شرفکندی و میکشن. این دستور معاونت عملیات خارجی سعید امامی بود. هزینه برای جمهوری اسلامی درست کرد. این میگذره میره ترور بختیار اتفاق میفته. چی شد؟ بختیار اومد گفت آقا من کاری ندارم، میخواد برگرده ایران بیاد. بعد چقدر به نفع جمهوری اسلامی میشد؟ گفتم بابا این اومده داره حرف میزنه، ببین مثلا دموکراسی کی میگه نمیاد. زدن ترور بختیار. یه مدت بعد عملیات خیارشور اتفاق افتاد. چیکار کردن؟ یه سری موشک رو به صورت ناشیانه و خمپاره تو کانتینرایی که خیارشور میبرد بردن تو بندر بلژیک، آنتروپ بلژیک پیاده کردن. بعد یه خبری پخش کردن ایران میخواد حمله بکنه به ساختمان ناتو. که اینجا فهمیدن دستور سعید امامی بوده و خود رهبری مستقیم میگه سعید امامی از معاونت باید عزل بشه. آقای فلاحیان برش میداره میبرنش معاونت تحریر. میرسه تو دوره وزیر اطلاعات بعدی که میشه دوره نجف آبادی در مقام مشاور قرار میگیره. اونجا قتلای زنجیره‌ای استارتش خورده میشه. برای چی؟ برای ضربه زدن به وزارت اطلاعات. خیلی اتفاقی میگیرنش. سعید امامی دستگیر میشه به عنوان مظنون که این طرف اون طرف میچرخن. فکر میکردن یک مثلا قتل معمولیه که داره اتفاق میفته. یهو کشیدن دیدن اوه این یکی از پاهای اختاپوسه. دارن میکشن داره میاد بیرون. چیکار کردن برای بازجویی؟ 3 نفر مطرحن تو این پروژه ها. مصطفی کاظمی ارسنجانی ملقب به موسوی، مهرداد عالیخانی، نفر سوم سعید امامی. شما فکر کن خودت مثلا خود یه آدم عادی رو بیان بگیرن 2 دفعه بازجویی میکنه تموم میشه میره دیگه. کسی که معاون اطلاعات عملیات میخواد بازجویی کنه برای روش ضد جاسوسی میذاره، اصلا پروژه رو باید پیش میاد، داستان درست میکنه. کی باید بیاد؟ باید یکی در سطح خودش قدر باشه. چیکار میکنن؟ بهترین و موفق ترین مدیر ضد جاسوسی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه رو میارن برای بازجویی. یکی دیگر رو میارن که مسئول بررسی و بهترین بازجویی این 2 تا سازمان بوده که بعضی ساواکی‌ها رو دیگه بازجویی میکردن رده بالا. یکی دیگه هم میارن که بحث مثلا تحلیل بررسی بوده که میتونسته تحلیل بکنه. این 3 تا شروع میکنن بازجویی کردن. تو بازجویی ها به چیزای حیرت انگیزی میرسن. همسر سعید امامی یکی از پرستوهای اسرائیل بوده. چیزی که بازجوها گفتن میگه ما به این رسیدیم که با یه سری پاسپورت های جعلی میرفتن اسرائیل آموزش میدیدن برمیگشتن و تو هواپیمایی جمهوری اسلامی اصلا اسم اینا نبوده. تو بازجویی‌های همسر سعید امامی میگه ما شخصی به اسم مخبل باف و همسرش رو می‌خوایم بولد بکنیم، جایزه بگیرن، بعداً علیه نظام هماهنگ کنن، بعد بره اسرائیل. اتفاق افتاد یا نیفتاد؟ یهو اصلا مسیر پرونده عوض میشه. مثلا ببینید رهبر تو نماز جمعه میگه این کار سرویس‌های خارجیه، این کار سرویس‌های اطلاعاتی جاسوسی اون طرفیه. تو اون دوره یهو اینا عوض میشه، 3 تا بازجو رو از وزارت اخراج میکنن، پرونده محکومه میشه و هیچ کس هم دیگه ازش دم نمیزنه و تبدیل میشه به شهید سعید امامی. سعید امامی خودکشی میکنه وقتی اینکه بازجویی ها مشخص میشه و قراره که میگه به جای رسوندیم گفتیم باید اسم بگی، تو الان سوختی. میاد میگه آقا میرسه به اینجا، میره تو همون بازداشتگاه واجبی مثلا هم میزنه، میخوره، خودکشی میشه، نمیمیره، میره تو بیمارستان به طرز مشکوکی از بین میره. مهرداد عالیخانی آزاد میشه، مصطفی کاظمی ارسنجانی هم میره مثلا دنبال کار. در کنارش که اینا رو گرفتن و وزارت اطلاعات داره پیگیری میکنه که کیان الان اینور اونور ما داریم که مسئولین مختلف جا گذاشتن براشون. ببینید یهو قضیه 78 ترور سید شیرازی، ترور لاجوردی، شبکه شروع کرد بحران برای
کشور درست کرد. تو ول کن، ول نکنی مملکتمو ببین دارم این کارا رو میکنم و ادامه پیدا میکنه. اینا میرسه تا کجا؟ میرسه به امروزی که شما یهو میبینید یه کسی به اسم کاووس سید امامی یهودی بوده و وقتی اینو میگیرنش میارن تو بازجویی میگن آقا ببین ما همه رو گفتیم، اینا همه رو داریم، تو حرف بزنی نزنی ما اینا رو داریم، بگو بقیه چی بودن. به صورت خیلی حرفه‌ای خودکشی میکنه. اون سعید امامی بوده، این سید امامی بوده، بازم مال شبکه زیتون. وقتی اینو میگیرن میبینید فشار سنگین میاد که کاوه مدنی باید آزاد بشه. کاوه مدنی آزاد میشه میره اونور. چه اتفاقاتی الان تو کشور ما داره میفته؟ بحرانا رو میبینید گرفته ول نمیکنه. آقای قوه قضاییه میگیم برای چی کاوه مدنی رو آزاد کرد؟ جاسوس محرز اسرائیل. میگه فلان معاون وزیر اطلاعات اومد سند گذاشت. خب معاون وزیر اطلاعات کیه؟ امروز اگر قیمت ارز، اگر اقتصاد، اگر وضع این شکلی دارید ببینید، اگر رانت اطلاعاتی نباشه هیچ وقت این اتفاقا نمیفته. کسی که ریگی رو هوا میگیره نمیتونه دلالو بگیره ببینه کی داره چقدر خرید میکنه، کی داره درز میاره پایین. یه نفر میاد یه کتابی می‌نویسه به اسم شنود اشباح. امروز رضا گلپور که نویسنده کتابه و آقای رستمی نژاد که مسئول سایت عماریونن در بازداشت اطلاعات سپاه هم با اتهام جاسوسی برای موسی، عامل نفوذی همون شبکه زیتون بوده. آقای رستمی نژاد چند ماه مدافع حرم تو منطقه بوده. امروز این اتفاقا داره میفته که کشور ما رسیده به اینجا، مردم نمیدونن مشکل کجاست. الان اون تایمی که تو مصاحبه‌ها و بازجویی که اومده اسم یه سری رو میبره، الان نماینده مجلس نیستش. میگیم آقای قوه قضاییه برای چی دادگاه‌ها رو علنی منتشر نمی‌کنی؟ میگه نمیدونم، یه سری نماینده‌ها رفتن یه قانون تصویب کردن علنی نشه. هر چی اصلاحی میدیم نمیشه. خب بابا برید بگید کی امضا کرده پایینو؟ کدوم جریان شروع کرد شهید امامی رو بولد کردن؟ الان چقدر آدم این برای اونور دارن که گذاشتن و همینطوری دارن کارشکنی میکنن. سیستم شاخه زیتون متشکل از شاباک، سیستم امنیت داخلی موساد، سیستم اطلاعاتی وزارت امور خارجه اسرائیل که با هم ترکیب شده و شده شاخه زیتونی که تو ایران. بهاییایی که یکی یکی الان شاید لباس روحانیت سرشون باشه. آقای مرتضوی رو که معرف حضور هست از یک کهریزک قاضی و مواردی که داره. این حکم کهریزک از طرف شخصی به اسم علی اکبر حیدری فر ابلاغ میشه که آقا اینایی که گرفتید ببرید کهریزک. در گفتگو با روزنامه شب 22 مهر شنبه 1396 مصاحبه میکنه. میگه در 19 تیر از 270 نفر باقی مانده افراد بازداشت شده 18 تیر 88 بنا به تشخیص شخصی خودم 140 نفر به بازداشتگاه کهریزک اعزام کردن که متاسفانه پس از 5 روز 3 نفر از آنها به علت شرایط نگهداری و بدرفتاری انجام شده فوت کردن. بنده تمام مسئولیت‌های کهریزک رو میپذیرم. آقای مرتضوی هیچ نقشی نداشتن. یا مرتضوی خیلی گنده است یا تو خیلی گنده ای. خاص این حیدری فر کیه که ما الان داریم اسمش میشناسیم؟ تو 88 اسمش نبوده. طرف میپرسه تحصیلات شما تا چه مقطعی است؟ میگه پس از پایان دبیرستان تصمیم گرفتم به حوزه علمیه بروم و بر اساس همین انگیزه در مدرسه یا همون حوزه علمیه حقانی ثبت نام کردم و به دلایل انصراف دادم. چرا انصراف دادی؟ طرف میپرسه. این تصمیم گرفتم به دانشگاه بروم. سال 77 جزو رتبه‌های اول شدم و رشته حقوق دانشگاه تهران را انتخاب کردم. پس از 6 ماه در 2 نهاد بورسیه شدم. دانشکده وزارت اطلاعات و دانشکده علوم قضایی. علوم قضایی رو انتخاب میکنه، میره شروع میکنه تحصیل کردن که قاضی بشه و سپس از دانشکده وزارت اطلاعات انصراف دادم. این بار چرا انصراف دادید؟ چون همزمان شد با دستگیری سعید امامی و مصطفی کاظمی به اتهام پرونده‌های قتل‌های زنجیری که از هم محلی‌ها و هم استانی‌های ما بودن. انصراف شما چه ارتباطی با آنها داشت؟ خبرنگار می‌پرسه. یکی از آنها سفارش قبولی مرا به صورت تلفن در دانشکده وزارت اطلاعات کرده بود. کدومشون؟ سعید امامی سفارش کرد. چند تا از این سفارش شده ها الان ما تو جاهای مختلف مملکتمون داریم که وضع شده این و جواب مردم هم نمی‌تونیم بدیم. و این نکته رو میرسونه چیو داره پنهان میکنه که آمده اینو داره رو میکنه. میگه بذار اینو رو کنم بقیه چیزا لو نره. آقا مطالبه کنید امروز شبکه باید لو بره. باید بدونیم کی به کیه. امروز دیگه کسی به انقلاب ضربه نمیزنه که نمیدونم یه خورده سوسوله و نمیدونم چیه. تسبیح برات میندازه. یه جوری نماز میخونه نمیدونید دیگه بابا خوش به حالش که اینجوریه. میگن سعید امامی تو سجده زیارت عاشورا میخونده. امروز مجاهدین خلق با کدوم قسمت مرتبطی که داره میگه 25000 منافق طواف همین خیابونای تهرانن. برای چی تو کرج قسمتی که پر فرقه است، پر بهایی، پر یهودیه، دیروز شعار میدن وای به روزی که مسلح شویم. به نفع کی نیست پرونده ها بیاد بیرون و منتشر بشه. وزیر اطلاعاتی که هیچ سابقه امنیتی نداره، برای چی باید بیارنش بکننش وزیر اطلاعات؟ ایناست که مشکل سازی میکنه. این یکی شد مرتضوی قضیه کهریزک 10 سال شد هنوز داریم هزینه میدیم. نکته آخر میگم چرا این اتفاق الان افتاده. خود اسرائیلیا تفسیر دارن تو کتابای توراتشون که پیشگویی داره. آیرون ساید یکی از مفسرینشونه، قسمت دانیال نبی و حزقیال نبی که تو تورات اومده شروع کرده تفسیر کردن چیزایی که نوشته شده رو. میگه در آخرالزمان پیشگوییاست قوم آشوری تبدیل به امپراتوری شرقی میشن و در مقابل امپراتوری غربی قرار میگیرن و مسئله مورد اختلاف فلسطین است. بعد میگه سرزمین آشوری ایرانی ها هستن. ایرانی ها حکومت تشکیل میدن و دشمن اسرائیل هستن. بعد خودشون اعتقاد دارن میگه این حکومت اسرائیل رو نابود میکنه. خودشون نوشتن. و اعتقادی که دارن مثلا میگن آقا فلانی مثلا فلان پیامبر در 40 سالگی به پیامبری رسید که مثلا حضرت یوسف 40 روز تو چاه بود. از این چیزایی که میگن امکانش هست در سال 40 این انقلابی که دشمن اسرائیل و مسئله اختلافیش فلسطین اسرائیل رو نابود بکنه. پس باید از داخل همچین بزنیم داغونش کنیم همه طرف، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی. مدل‌ها رو نگاه کن. کارت ملی نمیتونیم تولید کنیم. یا کجا داره خبر میاد بیرون؟ آبربان چجوری دارید میزنید؟ اینقدر بیورزین ارزش ارز میکشه بالا، میره بالا، مال تحریم هاست، مال فلانه. عراقی که یه قرن
بدن توش جنگه، هر کی رسیده داره میاد اونجا میجنگه، چه ارزش پولش نمیاد پایین. سوریه‌ای که دیگه الان خراب است تقریبا، چرا ارزش پولش نمیاد پایین؟ میگذره مردم میکشونن به فروپاشی عصبی، چی میشه؟ ترامپ میاد صحبت میکنه، یهو ارز میاد پایین، 1000 تومان ارزون میشه، 1 تومن سکه میاد پایین. پس مربوط به حرف ترامپه که گفته من نمیخوام حمله بکنم، بیاید با هم صحبت بکنیم. دست کیه که این ارز داره میاد پایین؟ همچین اینا رو چیدن کنار هم دارن میبرنش. میگه 98 میگه نرسیم به محرم، تاریخ تعیین کردن 28 مرداد. سال روز چیه؟ کودتا 28 مرداد. من امروز این حرفایی که زدم برام هزینه زای میدونم خودم. من فردایی که میخوام باشم برم مشهد امام رضا نمیتونم تو روی زریح نگاه کنم سلام بدم به امام رضا وقتی این چیزا رو نگم. نمیتونم اون دنیا اگر یقم کردن حضرت زهرا بیاد جلو بگه نظام برای زمین سازی ظهور بچه‌م بود، چرا این حرفا رو میتونستی بزنید دو نفر تاثیر بذاری و سکوت کردی؟ من نمیتونم شرمنده مادرش بشم. میتونی نگو، گفتم چی میخواد بشه. متاسفانه یکی یکی هم داره اتفاق میفته. امروز ابرقدرت ایران داره شکل میگیره تو خاورمیانه و اینا نمیخوان که شکل بگیره. رسیدیم 80 کیلومتری مرزهای جولان. میدونی یعنی چی؟ یعنی ما نارنجک دستی شخ میزنیم اسرائیل. روسیه با اون همه قدرتش رفته به اسرائیل گفته میتونیم ازش درخواست کنیم، ولی اگه قبول کنه به ما ربطی نداره. یعنی نمیتونم مجبورش بکنم. پس بفهم که گذاشتی رو شاهرگش شاخ زیتونه اینجا باید بریزه به هم. 78 ریخت، 88 گره، باز اینطوری کرد، شروع کرد، الان دوباره گرفته. ما ول نمی‌کنیم، اونم نمیخواد ول کنه. دلتون روشن باشه، اصلا نترسید. آقا مملکت میخواد یه پالایش درست حسابی بشه، اینو بهتون بگم. از اون بالا تو درجه‌هایی که فکر نمی‌کنید چپ میکنن تا همین پایین. ولی فقط یه چیز میطلبه، تا کار باشید، آگاهی بدید، تو فضای مجازی کم نیارید.